سرخط رویدادها تقدیم از رادیو آزادی و من شعله گلخوجه همراه شما. سلام بینندگان عزیز. امروز 19 ینور اویدی یخبندی دریای پنج میگوییم. قرقیزستان گفت مذاکره ها با تاجیکستان سرعت بیشتر گرفتند. بازداشت جادوگر افغان در حصار، آشنایی با وضع مهاجران تاجیک در مرکز صخره و استحصال تلفنی موبیلی در تاجیکستان. خبرهای دیگر نیز هست. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار می‌دهد که روزهای 19 و 20 ینور احتمال فرآمدن ترما در کشور بلند باقی می‌ماند. این خطر بیشتر در نواحی کوهی، همچنین در راه‌های ماشینگردی دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگبور، دوشنبه لغش، کلوب درواز، ونج خوروغ، خوروغ اشکوشیم، خوروغ مرغوب جای دارند. همچنین در نتیجه گرمی روزانه و آب شدن برف و سردی شب باعث یخبندی در راه‌ها می‌شود. از این رو از ساکنان درخواست شده است که در خطه‌های خطرناک و آسیب پذیر به جمع‌آوری هیزم مشغول نشوند. همین گونه بر رانندگان نیز مراجعت شده است که اگر سفر کردنی هستند باید اول ماشین خود را از نظر گذرانده چرخ‌های فرسوده را با نو عوض کنند و همه لوازماتی برای این روزها ضرور را با خود بگیرند. ضمن سردی هوا و یخبندی مرزهای تاجیکستان و افغانستان را به هم پیوست کرده است. ساکنان دهه شیرگاود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند یک هفته به این طرف در رودخانه پنج یخپاره ها به هم وصل شدند که طولشان خیلی دراز می باشد. به قول باشندگان ناحیه آنها در 30-40 سال اخیر بار اول شاهد چنین حادثه شدند. دیروز کارمندان خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان در روسیه از مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی واقع در دهه صخره و شهر مسکو بازدید کردند. در این بازداشتگاه مهاجران نگهداری میشوند که قاعده‌های بود و باش روسیه را ویران کردند. در جریان دیدار کارمندان سفارت با رهبر بازداشتگاه الکسی لاگادا ملاقات نموده عایدی حجت‌گذاری و زودتر به تاجیکستان فرستادن مهاجران بازداشت شده تاجیک صحبت نمودند. در نتیجه خود همان روز 10 نفر شهروندان در این مؤسسه نگاه داشته شده به وطن فرستاده شدند. همچنین ضمن واخوری به شهروندان تاجیکستان دایر به طلبات قانون‌های عمل کننده روسیه جهت در آینده تکرار نشدن قانون ویرانکنی‌ها توصیه‌ها داده شد. همزمان به مهاجران تاجیک یک مقدار مواد غذایی هم تقدیم گردید. وزیر کار خارجه قرقیزستان ژنبек کулубоев خبر داده است که گفتگوهای مرزی کشورش با تاجیکستان در سال 2023 نیز ادامه می‌کنند. با اطلاع وزیر سال گذشته در مناسبت‌های دو کشور سال سخت بود. جانب تاجیکستان در این مورد چیزی نگفته است. کулубоев گفت عین زمان وضع کمی سبکتر شد. همدیگر فهمی از جانب تاجیکستان هست، از جانب ما هست که به هر حال باید گفتگوهای مرزی به پایان رسانیده شود گفت وی. او همچنین اضافه کرد که گفتگوهای مرزی با تاجیکستان سرعت بیشتر گرفتند. مرز مشترک دو کشور 972 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن 682 کیلومتر معین و 290 کیلومتر دیگر بحثی باقی مانده است. در رابطه با بحثی بودن مرز مشترک بین ساکنان نزد مرزی و سرحدبانان دو کشور نزاع صورت می‌گیرد. یک تحقیق خبرنگاری رادیوی آزادی معلوم کرده است که میلیون ها سومونی پولی که مردم در اداره نوتاریوسی دولتی میدهند به بودجه وارد نمی شود. خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد شده است که ساکنان پول را موافق قانون نه در بانک بلکه در دست کارمند نوتاریوس میسپارند. سال گذشته نوتاریوس ها تنها نزدیک 74 میلیون سومونی را به بودجه دولت سپردند. این مبلغ رسمی است ولی میلیون های دیگر نامعلوم کجا می شوند. بینندگان عزیز شما می توانید با تحقیق رادیوی آزادی در سامانه ما آشنا شوید. در شهر حصار با گمان جادوگری شهروند افغانستان قربانگلدین نصرالدین 66 ساله که زاده شهر قندوز است بازداشت شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید شهروند افغانستان موقتا در دهه چقورک مسکن گرفته خود را به مردم محلی همچون طبیب و فالبین معرفی کرده است. بازداشت شده به میزوجانش وعده میداده است که به مناسبت‌های ولاداری، گشایش کار و درمان درد کمک میکند. از اجرای او قلف و کلید، آهن رباب، پوستی حیوانات، میخ، محصولات خوراکواری، سوزن و رشته و یک مقدار تومور و تشتاب دریافت و مصادره کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت قربانگلدین نصرالدین پرونده مأموری ترتیب دادند. فالبینی و سحر و جادو بر اساس کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جنایت است و نفرانی که با آن مشغول میشوند با اتهام قلابی جزا میگیرند.
در توجیکستان با استحصال تلفنی موبیلی آغاز کردند. آزیا پلوس می‌نویسد که تلفنی موبیلی دارای دو سیم کارت ویرا علاقه دوم و این جانب با تمغه مید این تاجیکستان استحصال می شود و 1 سال کفالت دارد. قسم‌های احتیاطی و دیگر لوازمات تلفن از تایلند، کره، چین و تایوان دسترس شده خود تلفن را در دوشنبه می ساختند. در خبر اویدی با اینترنت پیوست بودن یا نبودن تلفن چیزی گفتن نشده است. اما شرکت نیت دارد تا سال 2024 تلفن را با اکران سنسوری به بازار برآورد. در یکی از قسم‌های نظامی در ارمنستان سوختار به عمل آمده، در نتیجه آن 15 سرباز هلاک گردیده است. حالت 3 نظامی دیگر وزنی ارزیابی می شود. در این باره سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان ارام تروسیان در صفحه فیسبوکی خود نوشته است. قبلا وزارت دفاع خبر داده بود که روز 19 ینور نیمه شب در قسم نظامی در دهه ازد سوختار به عمل آمد. فعلا برای معین کردن سبب‌های آتش‌سوزی تفتیش ادامه دارد. از این پیشتر وزارت دفاع گفته بود که با وجود انجام دادن کارهای سوختار خاموشکنی آتش چند قربانی و مجروح در پی داشت. و حالا مرور میکنیم به بازار اسعار خارجی در توجیکستان که از جانب بانک ملی تعیین می شود. امروز 19 ینور قرب 1000 روبل روسی به تغییر بوده 148 سومانی نرخ دارد. $1 10 سومانی و 26 درم و 1 یورو 11 سومانی و 10 درم معین شده است. دوستان مهربان، با خبر و گزارش‌های دیگر من و همکارانم شما را در برنامه اخبار آزادی آشنا خواهیم کرد. تا ملاقات بعدی 4 ساعت دیگر برای کار.